و پایداری در مسیر مبارزه صحبت داشتیم و مفاهیمی که بیان می شود برای یک دعوتگر و مبارز به نهایت ضروری است. لذا التزام با این مفاهیم برای همه مسلمانان، خصوصا مجاهدان و مبارزان اسلامی، التزام داشتن به چنین مفاهیم به نهایت ضروری است. تربیت ایمانی، تربیت سالم فکری و عملی و متدرج و مستمر که متضمن آگاهی هست که این تربیت مستمر متضمن تعهد است. کلیپش طولانیه، 21 دقیقه. ایشون از برادران محترم تاجیکمونه. کسی آشنایی داره لطف کنه بیشتر توضیح بده. آقای جهان پرور افغان از آلمان. فرق سلفی های حقیقی و دروغی مقصودتون چیه؟ سلفی کیست و چند نوع؟ یک کمی بشنویم ببینیم. پیغمبر خدا داره سلف صالحین را میگن، سلف صالحین صحابه را میگن. مصداق سلف صحابه تابعین این سلف میگن. سلف صالح را میگن، سلف صالحین صحابه را میگن. مصداق سلف صحابه تابعین این سلف میگن. اینالی اگم تو که میگن سلفیست مانه سلفیا و حرکت سلفیا، گروپ سلفیا. سلفیا کیست؟ کسایی که به منهج صحابه، به طریقی صحابه، به زندگی صحابه حرکت میکنن. اینالی خود مردم از دیگه نگم تو میگه سلفی هستی، سلفیست. سلفی چی؟ سلفی پیغمبر خدا داره سلف صالحین یعنی به زندگی صحابه روانه. اینی را میگن. ولی یک گپ بگم که یک گپ اینجا صحیح است که سلفیا اول دو بسیار زندگیشان صحابه یعنی زندگی که مطابق سنت بود. هیچ میرن کلشان در مذهب رسول بودن. صحابه در کدام مذهب بود؟ مذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم محمدی بودن. حنفی شافعی گپای نداشت. و خود امام ابو مالکی خودی در مذهب بودن، خودی نه سلفی بودن. اصل اقلا نمیفهمن. اینجا سلف اونا که هستن بعضش حنبلیست بعضی شافعیست تدعین میکنن آمین بالجمع. مشکل داره؟ یعنی سلفی هن؟ همشون سلفی هن؟ سعودی که از امان امریکا داره اجماعی. نه اینا قاطی نه، قاطی کرد عقیده نیاز به عملگرایی در بین چه اشکالی داره سعودی یا غیر سعودی با طالبان حتی که 20 سال امریکا جنگ با ذلت بیرونش وقت کردن که ما با امریکا عداوت نداریم. خوبی کردن. چرا دنیا رو بر علیه خود بشورانند؟ چه عاقلی میکنه؟ میدان سیاست غیر از میدان رویا. میدان سیاست میدان تعامله، قول با جهانه. هر کسی که قدرت به دست داد
اینو میفهمه. آدم پشت کتب بشینه، پشت میز بشینه، پشت کامپیوتر بشینه، پشت برنامه دنیای بدون دنیا تنها. سلام آقای مولازاده، من یه سوال ازتون داشتم. سوالتون دیروز جواب دادم، نیست که شما نشنیدی. مطمئن بودم جوابی ندارید بدید، جز این دینی که خب دیگه هیچ. وقتی سوال من جوابمو نشنیدید من چطوری به جواب بدم؟ اجازه بدین که سلام بر شما آقای محترم. سلام بر شما آقای محترم، من جوابتون رو دیروز در برنامه زنده دادم. در برنامه زنده جوابتون رو مفصل دادم. اگر خواسته بشنوید برنامه بشنوید. سوال امروز مطمئن بودم جوابی ندارید. نه این توهمی بیش نیست. با آدمی که محترمانه سوال کردید چرا جوابی نداره؟ لیکن من فرصت این که در واتساپ بنویسم و سوال رو جواب بدم ندارم، نه راجع به شما نه راجع به کسان دیگه. فقط در برنامه زنده میتونم جواب بدم. جز این که دینی که پدر و خانواده‌تون بهتون آموخته بود رو پرستش کنید. نه اینطوری نیست. انسان ها متفاوتن. من طبیعتم کنجکاوم، دقت میکنید، و انسان های کنجکاو زیادی رو شما در دنیا میبینید که دین آبا اجدادی رها کردن. و دیروزم عرض کردم اگه من در دوران زردشتیت می بودم مثل سلمان شاید عمل میکردم. سلمان رضی الله عنه در اصفهان بود، با چه شور و شوقی اونجا را رها کرد، رفت سرزمین شام، مسیحی شد، بعد رفت مدینه منوره، بعدا مسلمان شد، یکی از بزرگان اسلام شد. انسان‌های کنجکاو، انسان‌های فعال اینجوری هستند. اگر پدران شما دین مسیحی یهودی می داشتند الان آقای مولازاده رو با یک مسیحی یهودی متعصب مشاهده می‌کنید. عموما درسته، عموما، لیکن من خودم همچین روحیه ندارم. دقت میکنید؟ و هیچ دین جز دین خودش به حق نمیشه. نه اینطوری نیست. اگه این درست می بود هیچ کسی دین خودش عوض نمیکرد. اینا رجم به غیبه. اینا که شما انجام میدید رجم به غیبه، همچنان که رجم به غیب کردید گفتید که من سوال شما رو جواب نمیدم. یا اگر تیغ اسماعیل به بلوچستان هم میرسید الان شما مثل بقیه ایرانی‌ها شیعه بودید. شاید به زور. بله ایرانیان به زور شیعه شدن، به زور مسلمان نشدن. به قول یکی از استادهای دانشکده الهیات که فوت کرد خدا رحمتش کنه، آدم منصفی بود، و به جای مولوی میشونین آیت الله عبدالرحیم مولازاده. این رجم به غیبه، غیب کسی نمیدونه. لیکن من طبیعتم اینجوری نیست. من طبیعتم اینه که انصاف و دوست دارم. از بچگی اینطوری بودم. دقت میکنید؟ و از بچگی که سر بلند کردم، شاید به خاطر که یتیم بودم، یعنی تا چیزی رو قانع نمی شدم نمیپذیرفتم، یعنی همیور سر به زیر نمی شدم، و این نعمت بزرگیه. به هر حال من سوالها رو فقط در برنامه جواب میدم. الان دیدم چون شما گله کردی اینو ضبط کردم، و اگر جواب میخواهید فقط برنامه زنده رو گوش کنید. خدا حافظ شما باشه. برخورد خشن امروز گشت ارشاد در تهران با مال دیروز بود، البته این با دختر 12 ساله که ناراحتی قلبی داشته منجر به فوتش شده. بفرمایید. پیش دانا دین گرامی شد و به نادان خار گشت. دین چی؟ چو پیش گاو باشد یاسمن، همچی شعری هست. یعنی وقتی که نادان دین رو به دست میگیره،
به یک چشم علاج کنه کورش میکنه. این نجس ها، این صیغه ها وقتی این دختران میگیرن میبرنشون تو پاسگاه ها یا توی کلانتری ها، بارها براتون نشر کردم قبلا، بخصوص وقتی که رنگارنگ بودن، اولین کاری که باشون میکنن صیغه شون میکنن. آخوند نجس باشون صیغه زورکی میکنه. شخصی که من اسمشو شیعه مؤدب نام نوشتم، مصاحبه با سایت کلمه در خصوص مولوی موسی رحیمی روحانی اهل سنت میناب که چندی پیش در اعتراض نسبت به زمان اعلام عید توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و در شکنجه صورت گرفته در زندان قضیه. ضمن تسلیت به خانواده پیروان ایشان
باید بگم ما پیروان ایشان نداریم. ما در اسلام پیروان اهل سنت یعنی پیروان سنت پیغمبر داریم. ما از اشخاص پیروی نمی کنیم. فرقی که اهل سنت با بقیه فرق ضاله داره همینه، اون از اشخاص پیروی میکنن، ما از کتاب سنت. باید بگم که این دستگیری نشان از عدم مدارای جمهوری اسلامی با افرادی که دست سبزی حکومت طبیعت نه عدم مدارا نیست. این حکومت توطئه‌گره. این مذهب توطئه‌گره، 1000 سال بر علیه اسلام ایجاد شده و این روششه. گناه ایشان برگزار کردن نماز در تاریخی بود که مورد پسند حکومت نبود. به طور خلاصه میتوان گفت که تمام مراحل از دستگیری، زندان، دادرسی تا قتل ایشان مغایر با ضوابط حقوق بشر و تعهداتی است که جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر بین‌المللی دارد، بلکه مغایر با همین قانونی که خودشون نوشتند و یک پشیز هم ارزش نداره، مغایر با قانون خودشونه. امیدوارم دنیا روزی متوجه شد که با چه حکومت ددمنشی روبروست و چطور این حکومت ایرانی ها را مقابل یکدیگر قرار داد. باید بگم که ما شیعیان شرمسار رفتار تبعیض‌آمیز حکومت در برابر اهل سنت و سایر گروه های مذهبی دیگر هستیم. همه شیعیان ایران سنی زادگانی هستند که به زور شیعه شدن. دقت میکنید؟ اجازه میخوام اول تسلیت بگم به خانواده و پیروان ایشان و باید بگم که پس کلمه پیروان و شیعیان بقیه مذاهب و مثل خودشون قیاس میکنن. ما هم چیزی نداریم. ما پیرو افراد نداریم. ما پیرو کتاب و سنت داریم. حتی مذاهب اربعه جستجوی از کتاب و سنته. اساساً یعنی مذاهب اربعه تابع ابو حنیفه و شافعی و مالک احمد ابن حنبل نیستن. این دستگیری نشان از رفتار جمهوری اسلامی و عدم مدارای جمهوری اسلامی با افرادی که تبعیت نمی کنند از تفسیر اونها از مذهب حکایت میکنه. گناه ایشان این بود که به استناد تحصیلاتی که داشتن و عقایدی که داشتن نماز عید رو در تاریخی برگزار کردن. ببین این چنین سخنانی که خانم شیرین عبادی میگه مصداقش کلمه حق در مقابل سلطان جائره و این کلمات قبل از هر کسی باید از علمای اهل سنت ایران چه در داخل و چه در خارج بلند میشد که مورد پسند حکومت نبود. و شما این رو پیش هر کس که بگید یک نفر رو به خاطر نماز خواندن دستگیر کردن میفهمه که تو اون کشور به چه میگذره. من به طور خلاصه میتونم جواب بدم از دستگیری، زندان، دادرسی تا قتل ایشان همش مغایر با ضوابط حقوق بشر و تعهداتی است که جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بین الملل داره و امیدوارم روزی دنیا متوجه بشه که با چه حکومت ددمنشی طرف داره و چطور این حکومت ایرانی ها رو در مقابل هم قرار میده. و ما باید بگم که ما شیعیان شرمسار رفتار تبعیض‌آمیز حکومت در برابر اهل تسنن و سایر گروه های مذهبی دیگر هستیم. بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم شیرین عبادی. خدا خیرشون بده، به خاطر وجدانشون، به خاطر جرأتشون و هر کسی را که از حق و حقیقت دفاع میکنه. آقایی که شمارش به 25 ختم میشه تلفن ناشناسیه.
ببینم جلوتر آیا این ویدیو رو نگاه کن. خواهش میکنم شما خودتون رو معرفی کنید. در غزنی افغانستان شیعیان در مورد قدیر کتاب پخش میکنند. آیا نباید جلوشون گرفته بشود؟ قدیر به زبان شیعیان این صحابه و زنان پیامبر کافر هستند. چرا طالبان اینقدر ساده رو هستند و بیخیال هستند؟ نه، ساده رو نیستند، بیخیال هم نیستند، این چیزها رو میدونند. و من اگه به جای طالبان می بودم منشون نمی کردم، بذار پخش کنن جوابشون رو می دادم. دقت میکنی؟ لیکن اینجا من انتظار داشتم که شما سوال دیگری مهمتری رو مطرح کنید که چرا شیعیان در تبلیغشون آزادن لیکن غیر مقلدان کشته میشن، سلفی ها کشته میشن یا در بدرن؟ این سوال عمیق‌تر رو باید مطرح میکردی شما. بلکه شیعیان پشتیبان دارند که ایران درنده باشه، خامنه‌ای درنده باشه و اهل سنت همه جای یتیمند. کتاب‌های رنگارنگ با محتویات زیبا و دلنشین برای کودکان، جزوه‌هایی که قرار است جایگزین کتاب‌های سنتی در مساجد و تکیه‌خانه‌ها شود. مسئولین این راه انداز امروز منع کردن سودی نداره، بلکه دنیای مجازی چیز رو نمیذاره که منع بشه. پس بهترین راه برخورد علمی و عقیدتی است، آزادی سخن. این برنامه میگویند آنان پس از تحقیقات گسترده دریافتند که دیگر کتاب‌های قدیمی با واژه‌های کلیشه‌ای جوابگوی نیازمندی‌های درسی کودکان نیستند. از همین رو دست به این اقدام زدند و قرار است این روند را در تمامی نقاط کشور گسترش دهند. متون آموزشی قدیم خب به خصوص برای کودکان و نوجوانان کارشناسی شده نبودن و بعد هم جامع هم نبودن، یعنی فقط مثلا آموزش قرآن کریم بود و بعضی از معارف دیگر. اما این متون آموزشی جدید هم جامع، قرآن کریم، معارف دینی، احکام و هم بعد مناسب با همون سنین کودکان. فعلا در خود کابل، غزنی، بامیان و بعضی ولایات دیگر و این سه ولایت هم که گفتیم در اطرافش این برنامه تطبیق میشه. از سوی هم ملا امامان مساجد و دانش آموزان نیز با استقبال از این حرکت میگویند اجرای این طرح میتواند علاوه بر رشد افکار کودکان در صرفه‌جویی وقت آنان نیز مؤثر واقع شود. کتاب ها که هسته بسیار خوب هم یاد میگیریم، به درستی و زودتر هم یاد گرفتیم دیگه. این کتاب ها که هسته ما رو با قرآن معرفی می‌کنه دیگه، خیلی هم خوبه، عالیه. موضوع دیگری این برنامه را واقعه قدیر و عدالت امیرالمومنین علیه السلام تشکیل می‌دهد. به باور شرکت کنندگان این برنامه تمامی رنج هایی که امروزه بشر متقبل می شود ناشی از رفتار حاکمان ظالم است و اگر آنان عدالت علوی را الگوی حکومتداریشان قرار می دادند هرگز دچار تزلزل نمی شدند. این یک افترا بیش نیست، یک تهمت بیش نیست، یک فریبکاری بیش نیست. هیچ دولت شیعی در طول تاریخ نه اینکه عدالت علوی اجرا نکرده، بلکه حتی با یزید هم قابل مقایسه نیست، با حجاج هم قابل مقایسه نیست. شما فکر می‌کنید خمینی و خامنه‌ای با حجاج که یک ظالم مشهور قابل مقایسه؟ کسی که تاریخ بدونه میدونه که نه. از خوشترین روزهای زندگی ما اونمو باشه که یک حاکمی عادل و حکومتی که بر پایه‌های عدل در اون حکومت تبعیض نباشه، تحقیر نباشه. در اون حکومت شیعه همیشه، اینجا که وقتی میگم شیعه یعنی رهبران شیعه، یعنی روحانیان شیعه، از عدالت حرف زده، با این جمله مردم رو میفریبه، لیکن وقتی به قدرت رسیده اولین چیزی که ذبح کرده، ذبح غیر شرعیش کرده، عدالت بوده. بهترین نمونهش خمینی و خامنه‌ای هستند که با تغییر قانون اساسی نوشتن. احترام گذاشته شد، به اراده مردم احترام گذاشته شد.
در پایان این مراسم معنوی برای شماری از علما که نقش مؤثر در و ترغیب جوانان و نوجوانان در عرصه فراگیری علوم دینی به خرج داده بودند تحایفی نیز اهدا گردید. بهترین راه مبارزه با باطل دوست عزیز اونه که باطل رو به همون شکلی که هست نشون بدید. آقای قاسم بارکزهی، این اسم مستعارتونه درسته؟ بفرمایید که از کجا هستید، ولی حتما اسم مستعار بدید، اسم حقیقی نمیخوام. وقتی چهره واقعی مدافعان سکولار و صهیونیست حقوق رسانه و خبرنگار آشکار میشد، خبرگزاری اینترنشنال طالبان میکوشند در صفحات مجازی افغانستان را در صفحات مجازی افغانستان رو خوب نشان دهند. احمد الوثیق رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان تاکید میکند که صفحه‌های پشتو و فارسی تلویزیون ملی از سوی اداره فیسبوک بسته شده است و به گفته آقای وثیق آنان میکوشند تا این صفحات دوباره فعال شود. کمونیسم، ماتریالیسم و سکولاریسم فلان، چهره واقعی دموکراسی و حقوق بشر، ببینیم چیه. اینجا شما قاسم بارکزهی هدایت شده یعنی چی؟ بارکزهی ها که خودشون اهل سنت هن، هدایت شده مقصودتون چیه؟ هدایت شده هیئتی روزی که بر دین اضافه شد متوجه نشدم. بشنویم ببینیم آقای خامنه‌ای چی میگه. از دین شما مایوس شدند. چی مگر بر دین اضافه شد که دشمن رو مایوس کرد؟ اضافه شد؟ این چه سوال بی عقلیه؟ بر دین چیزی اضافه شد که مایوس کنه؟ میخواید امامت بتراشید؟ چون قدرت گرفتن، مسلمان ها قدرت گرفتن، ضعیف بودند، قدرت گرفتن، کافران مایوس شدن، دیگه نمیتونن شکستشون بدن و با این قدرت گرفتن به دست شاگردان مکتب نبوی 1000 و اندی سال بر دنیا حکومت کردن. اینجا این آقا سیاه بازی میکنه، سیاه نمایی میکنه. چیه اون قضیه رهبری جامعه اسلامی؟ اینم یه دروغه که میخوای شما امامت بتراشید. این یک سیاه بازی که شما 1000 سال انجام میدید. قضیه رهبر که بود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رهبر جامعه بود. از روزی که به مدینه منوره تشریف بردن با بیعتی که شاگردان با وفاش با او انجام دادن و بر سر بیعت ایستادن، این رهبری بود. یعنی میخوای بگی که علی از پیغمبر بالاتره؟ روزخانه بی سواد؟ قضیه رهبریه؟ اگه قضیه رهبریه چرا قرآن اشاره به رهبری نمیکنه؟ اینجا چون اسلام قدرت گرفته، دشمنانش رو به زانو در آورده، دیگه قبلا ضعیف بودن مسلمان‌ها، الان قوی شدن، دیگه طبیعیه وقتی جامعه قدرت پیدا میکنه دشمنانش مایوس میشن. قضیه نظام حکومت و امامت در جامعه اسلامی اگر چنینه آقای تحریفگر، آقای دجال، اگر قضیه امامت در جامعه اسلامیه پس قرآن ناقصه. پس قرآن ناقصه که از امامت حرفی نزده. 23 سال این کتاب نازل شد و از امامت حرفی نزد، همون امامت دروغینی که بعدها ابن سبع ساختش و به خورد شماها داد، همون امامت دروغینی که
کسانی که شما ادعای امامتشون رو میکنید هرگز همچین ادعایی نکردن. همون امامت دروغینی که خون شیشه ها رو در شیشه کرد، خون شیعه ها رو در شیشه کردید، مال و ارز و همه چیزشون تاراج کردید و بزرگترین جنایت تاریخ رو به نام تشیع ایجاد کردید. این تازه امام زمانتون که هنوز نیامده. امام زمانی که شما ترسیم کردید از خودت هم جنایتکارتره، از خمینی هم جنایتکارتره. این شگرد امام سازان و امام تراشان. قضیه رهبریه. انسانی که ثبات داشته باشه، یک صفحه از قرآن فهمیده باشه، چون این جفنگی رو نمیگوید. ماجرای تعیین قدیر ماجرای تعیین ضابطه است، تعیین قاعده است. اینم دروغه. اینم دلالت بر بیسوادی و تعصبت میکنه، هم بیسوادی و هم متعصب. اگر ماجرای قدیر که اونطوری که شما ساختید و پرداختید و دکان ازش باز کردید، که حدیثی را که هم خوندید، بنده کلیفش هم دارم پخش کردم، که درست نخوندید. آقا 42 سال حدیث قدیر رو هر سال میخونه، همون حدیث رو بلد نیست بخونه. این بجا خودش. اگر این ماجرا درست باشه، خاکم بدهن اولین خائنه، اولین ناقص به این حدیث، خاکم بدهن خود حضرت علی علیه السلامه که هرگز هم که ادعایی نکرد. این نهج البلاغه. کجا علی گفته که بابا شما کجا میرید؟ 80 روز پیش پیامبر منو مشخص کرد، شما چرا منو تعیین نمی کنید؟ تازه مردم که اونایی که قاتلان عثمان که عثمان رو کشتن رضی الله عنه، قاصد فرستادن در علی که بیا خلیفه باش، تحویلش نمیگیره. میگه نه خیر، این خلافت به اندازه بند کفش برای من ارزش نداره. خداوند امامش تعیین کرده، به اندازه بند کفش ارزش نداره؟ پیغمبر میتونه همچین حرفی بزنه که آقا رسالت من نمیخوام، به اندازه بند کفش ارزش نداره؟ امامت و رهبری که شما از رسالت هم بالاترش میدونید. واقعا شرم آوره که انسان اینقدر تحریفگر و اینقدر بیسواد و اینقدر لجوج باشه. و اگر خواستید این لجاجت ها را بفهمید، اگر خواستید از این گرداب لجنزار قدیر بیایید بیرون، کتاب شیعیان جهان بیدار شوید بخونید، مال موسی موسوی، یا بهتر از اون در این مورد کتاب استاد قلمداران به نام شاهراه اتحاد که بارها نشونتون دادم. در این لحظه چون من تازه از سفر اومدم، کتاب ها ترتیب میخواد، دوباره بارها خدمتون نشون دادم. قاعده‌ای درست شد در اسلام. پیغمبر اکرم در ماه‌های آخر عمر این قاعده رو وضع کرد. دروغ میگید؟ اینا همش دروغه، همش جفنگیاته. اینا حرفای سرمنقلیه، تزویر نیرنگه. پیامبر که قاعده رو میخواست وضع کنه، مثل همه عقلای بشر که پیامبر سرور عقلاست، سرور حکیمانه جهان، فردی حکیم و عاقل و دانا مثل محمد را به خود ندیده است و نخواهد دید، تا حدی که برنارد شاو جمله جالبی داره، ادیب انگلیسی، میگه که اگر محمد امروز زنده می بود، معضلات جهانی را چنان حل میکرد که من شما یک قهوه درست میکنیم بخوریم. چنین فردی، چنین حکیمی، چنین دانایی مسجد الحرام رها میکنه، عرفات رها میکنه، مزدلفه رو رها میکنه، مشعر الحرام رها میکنه، بیت الله الحرام رها میکنه، میره سر یک آب گندیده در وسط راه که
وایستادن نماز ظهر بخونن اونجا در صحرا، اونجا خلیفه تعیین میکنه؟ کدوم عاقل این کارو میکنه؟ کدوم پادشاه دنیا این کارو کرده؟ ماجرای قدیر که از کاهی شما کوه درست کردید، بزرگترین اهانت و پیغمبر از خلال خود اعمال پیغمبر انجام داده اید. چرا علی بلد نبود که از قدیر استشهاد بکنه؟ بابا 83 روز پیش پیغمبر به من خلیفه انتخاب کرده در صحرای قدیر، کجا رفتی؟ همه یادتون رفته؟ تازه اون که یاد رفته هیچی، خودش میره با ابوبکر بیعت میکنه، میگه که پیامبر تو رو بر دین ما انتخاب کرده، چطور ما تو رو بر دنیای خود انتخاب میکنیم؟ چطور تو رو بر دین خود انتخاب کرده، ما تو رو بر دنیای خود انتخاب نکنیم؟ دین که مهمتره. لیکن وقتی خروارها دروغ و نیرنگ و فریب و تزویر تاریخ به وسیله معممان سیاه دل و سیاه سر مدعیان تشیع در ظرف 1000 و اندی سال که از کلیسا و کنیست و آتشکده به ارث بردن و به خورد مردم دادن و در جواب جز چاقو و دشنه و خنجر و سم و ترور چیز دیگری ندارن، اینطوری با عقل مردم بازی میکنن. یک نفر مرد از میان این نامردان در ظرف این 42 سال حاضر شده بیاد مناظره بکنه؟ بی سوادانی میفرستند که درد چراندن گاو هم نمیخورن، امثال قزوینی و امثالش. قاعده چیست؟ قاعده امامت، قاعده ولایت. همه چرندیاته، از خودش میبافه. قاعده امامت و ولایت از خودش میبافه. علی بلد نبود نه؟ بشر، جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتن، انواع و اقسام حکومت ها رو تجربه کرده از بشر. اسلام این حکومت ها را، این نوع قدرت مندی ها و قدرت مداری ها را قبول نداره. وقتی شما از اسلام حرف بزنید بزرگترین اهانت به اسلامه. اسلام امامت هم قبول نداره. امامتی که شما درست کردید که از نبوت بالاتره یک کفر صریحه. اسمتی را که شما درست کردید، 12 خدایی درست کردید، این کفر صریحه. 14 خدایی درست کردید، این کفر صریحه. امامت را قبول دارد. کجا؟ اگر اسلام بی سواد نادان اگر اسلام امامت را قبول دارد، چرا راجب وضوء آیه دارد، راجب غسل، راجب حیض، راجب نفاس، راجب نماز، روزه، حج، زکات، اصول عقاید، فروع عقاید آیه ها داره؟ چرا راجب این امامت مشنگی که شما درست کردید یه نیمچه آیه نیست؟ چرا بر قرآن دروغ میگویید؟ چرا بر اسلام دروغ میگویید؟ نقطه مغلوط عالم قابل اصلاح نیست، وقت خود ضایع مگردان، در طاق نسیانش گذار. این قاعده اسلام قدیر این رو بیان می‌کنه. بله، این معارف آقای خامنه‌ایه، ولی امر مسلمین. دست شما درد نکنه که زحمت میکشید. آقای قاسم بارکزهی نگفتید که هدایت شده اید؟ چطور هدایت شدید؟ بارکزهی ها که عموما خودشون اهل هدایت هم و لطفا داستان هدایتتون رو ذکر بکنید. آقای محمد فارس طنز آخوند 45 ثانیه. این طنزاش خیلی جالبه، لیکن کاش که ترجمه هم شده باشه. معنا اتصال. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. شيخي. نعم. شوف يا شيخي، انا لا بصلي ولا بصوم. قاتلك الله.
ولا بزكي كلب ولا بسوي أي حاجة. كلب. انت شنو هذا الاتصال؟ وش ايوه وش السؤال؟ بس أنا يا سيدي بحب أهل البيت. انت في الجنة. انت في الجنة. شكرا. أنت اعمل ما بدا لك. إذا كنت تحب آل البيت فأنت في الجنة. بله. خلاصه دروغ تشیع دقیقا همینه. الاستراتيجية للعرب الذي استطاع أن يوقف إيران حيث هي لمدة طويلة من الزمن. خود دکتر نفیسی وقتی که ما بر علیه ایران حرف می زدیم یه مدتی طرفدار این رژیم بود. بعدها الحمدلله تعالی روشن شد. وعندما أدرك الأمريكان ذلك وعندما أدرك الإيرانيون ذلك كان القرار في غزو العراق وإسقاط النظام لكي تسقط البوابة العربية. نعم. ولكي وفعلا بعد سقوط صدام بعد سقوط بغداد نعم. سنة 2003 شوف شنو حصل للعرب. آقایی که شماراتون آخر 60 بعضی کلیپ ها که شما فرستادی در حال آمدنه، هنوز نرسیده. عرض و ادب احترام دارم، سلامت باشید. خدمت برادر محترم صفاتی دادید که بنده لایقش نیستم. از الله متعال صحت و سلامتی و عزت و جهان را برای شما، خانواده مجاهدان و همکاران و همفکران شما تمنا دارم. خیلی متشکرم از شما. بسیار متشکر میشم. ممنون میشم شماره دکتر مرزاده رو به من قرار دید. همین شماره بنده در برنامه فقط میتونم جواب سوال ها رو بدم. البته نمیدونم الان سوال من رو میشنوید یا نه. سلام بر شما، خیلی متشکرم از محبتتون. شماره همینه که در خدمتتون هستم، فقط در برنامه های زنده. البته چون ظاهرا تصویر پروفایل متعلق به دکتر ابراهیم ملازاده نیست، از اینجا تقاضای شماره واتساپ دکتر نه این من روی واتساپ عکس علامه احسان الهی رو گذاشتم و اما این شماره برنامه روزانه سوالهاتون اینجا همینجا در برنامه زنده ساعت 6:30 که به وقت لندن شروع میشه تا ساعت 8 در خدمتتون هستم، شاید هم بیشتر. شماره همینه. اما سوال ها رو فقط در برنامه زنده میتونم جواب بدم، در غیر اون وقت نه متاسفانه. و اگه لطف کنید خودتون رو معرفی کنید هم متشکر میشم. و از شما از بقیه دوستان میخوام که به خاطر وقت فقط مسیج های نوشتاری بگذارید، مسیج صوتی نگذارید. خیلی متشکرم. آقای شکری سلام دکتر، این آخوند حرفای خوبی میزنه، کلیپ بالایی و کلیپ پایین، عزاداری و رقص و رواقه. این مذهب رقاصانه دیگه، به هر شکلی میخوان مردم مشغول کنن.
نفرت کنی آتش کنی از من فقط سرما رو تو روشن کنی از چیزاست به هر قیمتی باشه. آیا این تکرار تاریخ ترس ازش نیست که ما هم شاهد همچین تکراری باشیم، بگیم که آره وقتی رضا پهلوی اومد در تهران نشست بر قدرت همه این وعده وعیدهاش فراموش بشه و یادش بره و اون روندی رو بره که اقتضای اون زمان میکنه، اقتضای حفظ قدرتش رو میکنه و اینکه چند صباحی خواسته باشه بیشتر در جایگاه رهبری بمونه. من حقیقت را بر خودم شاهد میگیرم، من آفریدگار نظام هستی رو بر خودم شاهد میگیرم که من حق را بگویم. من زبان را در این دهانم نمیگردانم. نمیدونم این شخص همون شخصیه که قرآن رو انکار میکرد و که در وقت خودش جوابش رو دادم 2-3 سال پیش و استاد طباطبایی جواب مفصلی بهش داده. ایشون همونه یا نه؟ مگر با رضایت صاحب جهان. من بر این اساس آقای زروندی میگم من طرفدار ملت خودم هستم، من طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیستم، من طرفدار ملتم هستم که چرا ملتم اینقدر نمیدانه. ملتم فرض کنید افغانستان افغانی ها باشن، اینا چطور توانستن طالبان رو بر خود مسلط کنن؟ آقا من طرفداری از ملتم میکنم. چرا اینجوری؟ چطور توانستن طالبان رو بر خود مسلط کنن؟ طالبان با 20 سال جهاد، با 20 سال جنگ اومدن مسلط شدن و قبلا هم دولت داشتن. ملت من باید مثلا ملا هبت الله رو قبول بکنه به رهبری خودشون که به دروغ از دین و مذهب داره میگه. نه دین و مذهب اونا از دین و مذهب از شماها خیلی صادق ترن. شماها قانون اساسی به دروغ نوشتید، امامتون قانون اساسی به دروغ نوشته. 42 ساله که امتحان پس دادید، ملت بر علیهتون شده، الان داری پوست عوض میکنید. سر مردم رو میبره. کجا سر مردم بریده؟ چرا دروغ میگید؟ خجالت نمیکشید؟ خجالت نمیکشید؟ سر مردم داره میبره. ملا هبت الله که اومد، طالبان که اومدن بزرگترین امنیت رو در افغانستان ایجاد کردن، همون امنیتی که امریکا از بینش برده بود. 20 سال بر سر مردم بمب میریختن، هر کی رو میخواستن میکشتن، دزدان رو مسلط کرده بود مثل عراق. این امنیتی که طالبان آوردن، همین امنیت چرا در زمان امریکا نبود؟ همین امنیت حتی در ایران هم نیست. این امنیت نعمت بزرگی، جز اینکه متاسفانه این امنیت شامل غیر مقلدان نمیشه به خاطر تصوف قالی و سیفی که در بدنه طالبان وجود داره، در بدنه جامعه افغانستان وجود داره. من عاشق انصافم، من خودم این حرفا رو میزنم. اگه بنده در افغانستان بودم الان گردنم زده شده بود، به دلیلی که دوستانم هم فکرانم هم مولانا متوکل و امثالش یا کشته شدند یا از افغانستان بیرون رفتن. لیکن حرف شما راجع این که سر ملت رو میبرن دروغ میگید، داری شعار میدید، همچنان که قبلا قرآن انکار میکردید، ادای روشنفکری در میآوردید. آخوند شیعه مثل مار پوست عوض میکنه. همین دستبوستان شاه ببینید که الان امام جمعه مشهده مثلا. مردم بعد از 43 سال باید آخوند دینی رو بر خود مسلط بکنه یا امثال اشرف غنی ها را احتمال باید اینوری بده، نه اون طرف احتمال وجود نداره. آقا طالبان برای کشورشون چی میخوان بکنن؟ چی میخوان بکنن؟ خب از رهبرت بپرس. اولین کاری کردن با 20 سال جهاد، طالبان و غیر طالبان، مجاهدان افغانستان
هم شوروی رو از کشور خود بیرون کردن و هم امریکا رو. این یکی از معجزات قرنه. شماها کر و کورید، نمیبینید گناه اونا چیه؟ اگر ذره وجدان و شعور و انصاف می داشتید می دیدید که چطور بزرگترین معجزه قرن را برادران افغان ما در بغل و گوش ما انجام دادند. در همون وقتی که خمینی نجس و پلید حزب وحدت و مزدوران خودش رو توصیه میکرد که شما بر علیه شوروی جهاد نکنید، جهاد شما وقتی شروع میشه که شوروی میره بیرون، و همین کارو کردن. چه خیانت هایی بر مجاهدان افغانستان کردن. اونها تونستن شوروی رو بندازن بیرون و بعدش هم امریکا رو بندازن بیرون. این چیز کوچیکیه؟ کشور خودشون آزاد کردن چیز کوچیکیه؟ با شعار دادن میخوای اینا رو خراب کنید؟ شما در مقابل شاهزاده آخوند رو میخواد چه کار بکنی؟ نه انتخاب آخوند درست است، نه ادامه آخوند. آخوند این طالب میخواد. نه، آخوند با طالب قابل مقایسه نیست. آخوند یعنی نیرنگ. آخوند شیعه یعنی نیرنگ، یعنی فریب، یعنی 9 دینش تقیه. به قول خودش 90% دینش تقیه، دروغ، نیرنگه. اینو چه مغلط هایی که انجام میدید؟ طالبان اهل سنت هستند اجمالاً و این بازی ها رو ندارن. تازه اگر این بازی ها رو انجام بدن بر ضد مذهبشونه. این آقا میخواد سحنمایی کنه. کجا حرفاش جالبه آقا؟ عرض ادب و احترام مجدد دارم. به الله متعال قسم صدای گرم و توحید شما را شنیدم، بسیار خوشحال شدم. جدیداً عضو توییتر شدم. شما اسمم گرفتید، لیکن نمیدونم این اسم گرفتید اسم حقیقیه یا مستعاره. اسم حقیقی ندید، بارزا نخوندم. اهل پرانجا هستم. قبلا هم خدمت شما عرض ادب کردم. برادرم بله. بنویسید. من فرصت گفتگو ندارم متاسفانه. شما اول مطلبتون رو بنویسید که مطلبتون چیه. اگه ضروری بود اون موقع گفتگو میکنیم انشاءالله. آقای محمد از بلوچستان: بارش باران امروز در شهرستان ایران، در ایران شهر. محمد نوریزاد: پس از مشاهده تصویر برهنه یک زن جوان ایرانی در میان 6 مرد زائر عرب عراقی
در مهمانسرای در مشهد نامقدس آقا چرا میگه 6 مرد عرب زائر؟ میگه 6 مرد شیعه عراقی. چرا اینجا به عربا میتازید؟ صیغه در میان شیعه ها هست، چه عرب باشه چه عجم باشه. چرا مسئله انحراف مذهبی رو به پای قومیت میذارید؟ طی یادداشتی از اوین و خطاب به این زن جوان چنین نوشت: دختران، به صورت من توف بنداز. من نیز به سم خود شرمسارم که در ایام جوانی و خامی باور این جرثومگان فساد و تباهی و عضوی از لشکر سپاه اسلامیون بودم. نه، سپاه اسلامیون نیست، اسلام از این مذهب بیزاره. سپاه شیعه بودید. از کرده خیش ببین این کلی گویه هایی که درش انصاف نباشه نادرسته، درش دقت نباشه نادرسته. از کرده خیش به شدت نادم و پشیمانم. اسلامیونی که کشور غنی و ثروتمند من و تو را به جایی رساندند، اسلام کجا؟ تشیع رساندند که در افکار عمومی جهانیان تایلند جهان اسلام لقب بگیرد. جهان تشیع نه جهان اسلام. جهان اسلام در مکه، در مدینه یک روسفیگری در اونجا سراغ دارید؟ نعوذ بالله. قرار نبود پس از 4 دهه سراسر سیاهی و تباهی این فرقه تباهکار و آخوندی الان درست میگی کاری کند که زنان و دختران محروم این سرزمین ثروتمند فقط برای تأمین معاش خود تنفروشی که نه، تفلک ها به سکس گروهی رضایت دهند. همه اینها رو این مذهبی که درست کرده، این مذهب نادرسته که همه گمراهی ها را در خود جای داده به نام اهل بیت به خورد مردم میده. دختران، پس از آن که به صورت من توف انداختی، به سیمای کریه تولیت آستان قدس رضوی، نماینده ولی وقیه در استان خراسان، عضو ارشد مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت و همچنین امام جمعه مشهد نیز حتما توف بنداز. ننگ و شرم بر من و ما که باید شاهد این حجم از بیغیرتی باشیم. آفرین بر شما، لیکن با دقت و با انصاف. شما وقتی میگه اسلام گرایان همه مسلمانان جهان رو متهم میکنید. مسلمانان جهان از دست این مذهب ورانگر چیزی کشیدند که از دست تاتار نکشیدند، هم در تاریخ و هم در حال حاضر. روزنامه گاردین طی گزارشی با تیتر درشت نوشت: نماز، غذا، سکس، پارک آبی و بدین طریق رسما شهر مشهد را فاحشه‌خانه جهان تشیع لقب داد. چرا گاردین از شما منصف‌تر باشه؟ گاردین میگه جهان تشیع، شما میگه جهان اسلام. جا دارد که به سیمای علمای منفعل و خود فروخته و بیشرف مشهد و قم آب دهان پرتاب شود. حق دارید که سکوت بزدلانه آنان در قبال این همه ظلم و بیداد که در حق مردم بیپناه این سرزمین، بی ویژه زنان و دختران مظلوم و بی سرپرست، می شود کار را به این فساد کشانده. بزن یاران که دین را دام کردند، شکار خلق و صید خام کردند. بزن یاران خدا بازیچه ای شد که با آن کسب و ننگ و نام کردند. بله، متاسفانه. لیکن راه اینها راه اصلاحشون از بیدینی نیست. باور کنید اگر با عکس العمل باشه، یک بیدینی سر کار بیاد، یک لایکی سر کار بیاد تو ایران، همچنان غالی خواهد شد که اینها هستند. اون موقع همچنان که الان ملت ایران دنبال شاه داره میگرده، اون موقع دنبال آخونده داریم خواهید گشت. راه حل درست و منطقی خود اسلام معتدل، اسلام سواد اعظم مسلمانان که بارها توضیح دادم چگونه. استاد نگاه کنید در این ویدیو چطوری کودکان افغانستان در زمان اشغال کشورشان خودروهای نظامی امریکایی رو با سنگ میزنند. افغان ها ملت دلیری هستند و به نظر بنده 2 معجزه قرن انجام دادند، هم قرن 20 هم قرن 21. ورزا طالبان باید قدر این نعمت رو بشناسند. باید با سعی صدر، با عقل، با منطق، با اسلام معتدل، نه با اسلام غالی صوفیان با مردم برخورد کنند
و حتی از علمای جهان اسلام کمک بگیرند. هیچ فرقه ای، هیچ مذهبی به تنهایی قدرت حل معضلات جهانی رو نداره امروز. بله، اگه شما بیشتر توضیح بدید متشکرم. شما الان برنامه زنده بنده رو میشنوید یا نه؟ اگه بیشتر در این مورد توضیح بدید خیلی متشکر میشم. برادر تاجیک، شما با روسی می نویسید، من نمیدونم. من از تربت جام هستم. کانال شما در خانه اقوام هم ضعیف است. خب اینو فرکانس که نمیتونم عوض کنم، لیکن احتمال زیاد هست طوری که قسم فنی ما میگه دست تلویزیون خودتون باشه، ولی با این حال برای شما میفرستم. واقعا مشرکین این زمان از زمان رسول اکرم بدترن، چرا که مشرکین این زمان حتی در زمان سختی باز هم خدای یگانه را از یاد میبرن. یا ابوالفضل الان سیل میاد خود امامزاده رو برمیداره میبره. آقا سیلو مگه ابوالفضل فرستاده که ابوالفضل صدا میکنید؟ این بیچارها از بس که تو گوششون خوندن چیزی بلد نیستن. دیروز نشون تو دادم که چطوری سیل خود امامزاده داوود برداشت برد. یا ابوالفضل خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. این بنده گناهکار رو نیز از دعای خودتون فراموش نفرمایید. خداوند به وقتتون، به ایمانتون، به علمتون
به عملتون، به خانواده هاتون، به بچه هاتون برکت بده و ما و شما را استقامت نصیب بفرماید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند. من کلام روم و بحث کبریایی بودم، معجزه پیغمبر الهام خدایی بودم. من کجا ای قوم و اسباب گدایی بودم، هر کسی احکام دینش را رعایت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، ای که خود را تو مسلمان گفتی اندر زمین، هیچ ملت با کتابش کرده رفتار این چنین. شاهدی بر حال قرآن یا اله العالمین، سورهایم یک یک برای شهادت می کنند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کنند. الله أكبر قلت نور حل ذاتي فاسألوني عن صلاتي، طهرتني هذبتني